رسول اکرم گفت که بهترین عبادت امتی من تلاوت قرآن است. ما و شما مسلمان و مسلمان زاده هستیم. قانون ما و شما قرآن است. قانون مسلمان قرآن است. قرآن چی هم اگر امروز در قانونهای جهانی امروزه اگر حاضر زمان زنا جنایت است، دزدی جنایت است، عرقخوری و بنکشی و گیرین کشی جنایت است، تجاوز کردن جنایت است، دیگر این در قانونهای نو چند ساله هست. این قانون 14 عصر پیش خدا در قرآن معنی کردگی است. 14 عصر پیش این جنایتی که امروز گفته می شود 1400 سال پیش خدا بنده های خودش از این افعال منع کرد. بنده ها را از این افعال بد منع کرد. قرآن اقتصادیات گپ میزند. قرآن از نلا گپ میزند، عشر بتی، زکات بتی. از ادب گپ میزند. قرآن آداب داشته باش. از احترام پدر و مادر گپ میزند. از دستگیری فقیر و بینوا و بیچاره گپ میزند. قرآن کتاب هست که اگر بنده ای که به این عمل کند سعادت دو جهان خدا نصیبی او میگرداند. او بنده ای که به قرآن عمل میکند، قرآن میخواند، خداوند دو جهان خوشبختش به او عطا میکند، هم دنیا را و هم آخرت را. امروزه جهان اسلام رو ببینیم، یک بار چشم ها را کشاده کنیم سعودی را ببینیم چقدر اقتصادیاتش پیشرفتگی است. چقدر دولتداری را ما و شما از اونها را ببینیم چقدر دولتدار هستن و چقدر اقتصادیاتی و پیشرفتگی است. آیا 5 وقت نماز اونها را عقب کشید؟ بعضی میشه که منافق اذان بلند نمیفره، آواز اذان بشنوه همچنانه که در سرش بدنگل میزنی دیوانه میشود. اقتصادیات سعودی را برای چی و اذان و قامت 5 وقت نماز پس نمیکنند؟ دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از مملکت‌های پیشقدم ترین ثروتمندترین است، اگرچند که دشمنان بسیار حسد برده استند، گناهی را گفته استند. اقتصادیات را برای چی اذان و نماز و قامت پس نکرد؟ امروز بعضی منافق بیچاره، بعضی منافق هم کافر، او یکی اذان نمیخواد، 5 وقت نماز نمیخواد، کافر است او، بیدین است او. میگه که اقتصادیات پس میکنن. و برای چی او را پس نکرد اقتصادیاتشون؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که بهترین افضل ترین عبادت امت من تلاوت قرآن است. مسلمان و مسلمان زاده لااقل مفسر و محدث هم نشید باید قرآن خوان شود. همه ما و شما باید قرآن خوان باشیم. در خاندان ما و شما باید صدای قرآن طنین انداز باشد. بجای موسیقی و بجای نیم برهنه و بجای بی ایزار و بی کرته و سر لیج، بجای اون آواز قرآن در خاندان ما و شما بلند باشد که در خاندانی که صدای قرآن بلند باشد جن از اون خاندان دور می شود، شیاطین از اون خاندان دور می شود، در اون خاندان برکات نازل می شود.